خیلی بده بخوای تو دبی خونه بخری و میانگین پر اسکوئر فیت اون منطقه رو ندونی. شما همه رو میدونی؟ بپرس تا بهت بگم. بیزنس بی؟ 2400 درهم. یه پروژه خیلی خوب بهت معرفی میکنم، آکوارایز بنقاطی، که با 2350 درهم زیر میانگین قیمت منطقه است. کیرکاربر؟ 2350 درهم. کلش هم دست خود اماره، هر موقع هم دلش میخواد قیمت میبره بالا. DIFC؟ DIFC خیلی گرونه، 5000 درهم. یه پروژه خیلی خوب میخوام بهت معرفی میکنم، جمرا رزیدنس مهراس، با 4000 درهم. فوق العاده است. ساحلی چی؟ ساحلی مرتایم سیتی رو بهت معرفی میکنم با 3000 درهم. معمولا تو ساحلی زیر 3800 درهم نداریم. پروژه چلسی داماک الان با 2750 درهم داره اونجا به فروش میرسه. عالیه. دیتری؟ اوه خیلی خفنه، کلش هم دست مهراسه. الان قیمتش 2200 درهمه، ولی قطعا تا سال دیگه تا 3500 درهم هم بالا میره. JVC؟ بسته دیگه، تعداد منطقه زیاده. تو لوکیشن مورد نظرت به من بده تا من هم قیمت هم بهترین پروژه اون منطقه رو بهت بدم.